اسپهبد فرخان بزرگ، نامی که اگر شمال ایران زبان داشت با افتخار دربارش حرف میزد. او از خاندان دابویان بود، بازمانده همان ریشه های ساسانی که حاضر نبودند زیر پرچم امویان خم شوند. دورانی بود که شهرهای ایران یکی یکی سقوط می‌کردند، اما طبرستان هنوز کسی را به خودش راه نمیداد. وقتی سپاه اموی از ری و گرگان رد شد و به سمت طبرستان آمد، مطمئن بودند اینجا هم مثل بقیه جاهاست. اما فرخان بزرگ منتظرشان بود. مردی که کوه، جنگل و مه برایش مثل دیوارهای یک دژ طبیعی بودند. او جنگ را از همان اول به شکل دیگری پیش برد. راهها را برای دشمن تنگ کرد، مسیرها را برای خودیها باز گذاشت و اجازه داد امویان قدم به قدم در دل طبرستان گیر کنند. امویها هرچه جلوتر رفتند، کمتر برگشتند و اینجا بود که فهمیدند طبرستان فتوحات آسان نیست. نیروهای فرخان در تنگه ها کاری کردند که هنوز هم در روایت ها از آن به عنوان یکی از بزرگترین تحقیرهای امویان یاد می شود. لشکری که تصور می کرد شکست ناپذیر است، در مه طبرستان زمینگیر شد. همین یک پیروزی کافی بود تا طبرستان، آخرین سنگر آزاد ایرانی پس از ساسانیان، باقی بماند و فرخان، مردی که نه فقط یک جنگ که غرور یک سرزمین را زنده کرد.